سلام، وقت بخیر. حامد هستم. اولین جلسه از برنامه نویسی پایتون و فریمورک جنگو که جلسه اول در مورد فریمورک جنگو صحبت میکنیم، نصب و راه اندازی و اینکه جلسات بعد در مورد کانفیگ و تنظیمات، کار با URL ها، ویو ها و بقیه کارها رو انجام خواهیم داد. و اینکه ویدیوها رو من داخل یوتیوب آپلود میکنم، میتونید شما از آموزش ها استفاده کنید. خب، ابتدای کار وارد سایت رسمی جنگو میشیم. توضیحات پایه‌ای رو به شما توضیح خواهم داد. ببینید، قبل از شروع هر کاری بهتره که حتما پایتون 3 رو داخل سیستمتون نصب کرده باشید. در واقع برای اینکه بتونید پروژه رو انجام بدید. و آیدی معروف انجام کار هم در واقع پایچارم هست که شما میتونید دانلودش کنید. کرک شدهش هم موجوده. حالا نسخه معمولی یا هر نسخه دیگر رو خواستید میتونید نصبش کنید. و یا اگر سیستمتون معمولی یا ضعیف هست، بهتره همون VS کد رو داشته باشید. خب، ابتدای کار وارد سایت رسمی جنگو میشیم. بحث اینتروداکشن، معرفیش و یه سری توضیحات پایه و ریز به شما خواهم گفت. خیلی خوب. جنگو یک در واقع فریمورکی هست که بسیار معروفه. فریمورک معروف در واقع پایتون که کار واسه برنامه نویسای سمت سرور خیلی راحت کرده و یه فریمورک خیلی حرفه‌ایه. در واقع Object Relational Mapper هست، به این صورت که دیگه نیازی نیست مستقیم شما در واقع کدای SQL رو در واقع وارد پروژه‌تون کنید، مگر استثناءاتی باشه که شما به عنوان مثال از دیتابیس PostgreSQL استفاده کنید که خب اونجا میتونید کد SQL هاتون رو بزنید. ولی خب این ORM سیستمی که پیاده سازی شده که شما با جنگو میتونید انجام بدید، در واقع شما مدل ها و کلاس هاتون رو داخل جنگو پیاده سازی میکنید و یه کانکشنیه بین دیتابیس و این کار رو خیلی سریعتر، امتر و راحتتر کرده واسه برنامه نویس. بحث در واقع URL ها یا همین نشانی بالای صفحه و ویو ها که مربوط به همین تمپلیت هم میشه. ویو ها در واقع نمایش تمپلیت ما هست و اینکه داخل ویو ها ما کدهای جنگو رو در واقع وارد میکنیم که خب به صورت کامل برنامه نویسی شده است. جلوتر هم کداشون رو به شما خواهم گفت و جلوتر آموزش رو خواهم داد. ادامه کار بحث تمپلیت هست که حالا به بخش فرانت اند مربوط میشه. اگر شما با HTML CSS یا جاوا اسکریپت کار کرده باشه، خب کارتون راحت تره و میتونید دیزاینی که میخواید رو پیاده کنید. ولی ما کاری با فرانت اند نداریم و بیشتر محوریت آموزش ما سمت بک اند هست و ما در واقع یه سری کدهای در واقع پایتونی رو در واقع داخل تمپلیت یا همون فرانت اند پیاده سازی میکنیم
که نمونهش رو همینجا هایلایت کردم، میتونید ببینید. و بحث های دیگه مربوط به فرم که خب یه سری متدا داره، پست، دیلیت، آپدیت و یا بقیه، که برای تستش از نرم افزارهای معروفی مثل پستمن و یا عرضم به حضورتون این برنامه HTTPy استفاده میکنیم که اینجا داخل فرم میتونیم در واقع اون فرمی که داخل وبسایت هست رو پیاده سازی کنیم که در واقع سمت بک‌اند باید کدام خانه شفاف و واضح باشه. و بخش دیگرش هم احراز هویت یا در واقع اتنتیکیشن و پنل ادمین هست، مدیریت کلی دیتابیس و یا سایت و بحث های امنیتی دیگه از جمله در واقع CSRF که مربوط به همون بخش درخواست و پاسخ و این قبیل در واقع کد هست. خب تو بخش دانلود اگه برید شما میتونید تاریخچه و تاریخ آپدیت در واقع جنگو رو مشاهده کنید و نسخه‌ای که من خودم استفاده خواهم کرد در ادامه آموزش نسخه 4.2 هست. پیشنهاد منم به شما همین نسخه هست، چرا که تا نیمه اول سال 2026 هم خواهد بود 4.2. از 4.2 به بعد شما هر نسخه رو که دوست داشتید میتونید نصب کنید. که خب آخرین نسخه هم که اومده 52 اگه اشتباه نکنم، یا 51، نه 52. خب این نسخه که هست من استفاده میکنم 4.2. در واقع میبینید که شما این رو در نظر بگیرید، این در واقع لاین LTS که خب این طول آپدیت و طول ماندگاری این ورژنه که توصیه من به شما همینه. و خب این پایین هم بخشای آپدیت، این که چه تاریخ آپدیت جدیدش میاد و آپدیت هایی که گذشته هم این پایین مطرح کرده. خب آخرین نسخه ای هم که اومده 52. در بخش داکیومنتیشن هم در واقع یه سری اگه اشتباه نکنم آموزش ها بود که از پایه از بیس توضیح داده و حتما هم پیشنهاد میکنم که هر جلسه که ویدیو رو میبینید یا جلوترش یا قبلترش حتما مطالعه داشته باشید تو این در واقع وبسایت رسمی که توضیحات رو داده، اینکه تمپلیت چیه، ویو چیه، فرم چیه و یا هر در واقع اصطلاحی دیگه. خب ابتدای کار ما در واقع یک فولدر میسازیم و فولدر رو باز میکنیم. حتما بهترین کار همینه. حالا اگر هم نخواستید وارد آیدی بشید مثل VS Code یا پایچار، میتونید اول کار فولدر رو بسازین، فولدر پروژه‌تون رو، و داخل نشانی یا مسیر اون فولدر CMD رو تایپ کنید و در واقع کد دستوری راحت‌تری هم دارید که ابتدای کار مهمه که شما محیط مجازی واسه شروع پروژه رو داشته باشید. در واقع یک فضای مجازی برای شما ساخته میشه که داخل اون کدهاتون رو بسازید. در واقع ما سمت سرور رو داریم در واقع نصب و راه اندازی و کانفیگ میکنیم که در نهایت روی سرور اصلی پیاده سازی میکنیم. ابتدای کار مهمه که شما تایپ کنید پیپ install virtual env یا virtual environment. اگر اینتر کنید محیط مجازی شما در واقع نصب خواهد شد. بعد از نصبش مهمه که شما در واقع
جنگو رو داخل این محیط مجازی نصبش کنید، که پیشنهاد منم به شما نسخه 4.2 هست، حتما همین نسخه رو نصب کنید. حالا در این حالت ما بهتره که در واقع نصب رسمی محیط مجازی داشته باشیم. کافیه شما بزنید که virtual رو که در واقع انجام دادی virtual env، شما میتونید تو این حالت در واقع هر اسمی که خواستی رو بنویسید، حالا نام پروژه باشه یا هر اسم دیگه ای، ولی مرسومه که بین برنامه نویسا حتما VENV باشه. حتما ما این رو تایپ میکنیم و فولدر ما داخل پروژه ایجاد میشه. همونطور که میبینید فولدر ما ایجاد شده و ما داخل این محیط مجازی باید در واقع جنگو رو نصبش کنیم. بعد از نصب جنگو کار اصلی ما شروع میشه که با چه آیدی شروع کنیم. همونطور که میبینید محیط مجازی نصب شده، اسکریپت ها، لایبرری ها، همه موارد نیاز نصب شده و مهمه که قبل از شروع این کار حتما پایتون 3 رو نصب کرده باشید داخل سیستم عاملتون. عذر میخوام. و اینکه بله، یه خورده کندی سیستم من اذیت میکنه، من این تیکه رو نگر میدارم. خیلی خوب. برای نصب جنگو کافیه پیپ اینستال در واقع جنگو رو کلید کنید، دابل ایکوال مثلا 4.2 رو بزنید که نصب بشه. و اینکه همینطور که میبینید بخش اوورویو سایت رسمی رو بیارم. کد داخل لینوکس و مک او اس زیاد فرقی با ویندوز نداره، یعنی تو هر سیستم عامل یکی هست و فکر نکنم چند تفاوتی ویژه‌ای داشته باشه. خب همونطور که میبینید آپدیت جدیدش هم اومده، ولی خب من تو همین نسخه نیاز دارم. و خب این از بخش نصب راه اندازی جنگو بود. و خب اگر هم خواستید که ببینید چه در واقع پکیج هایی رو نصب کردید، کافیه پیپ لیست رو وارد کنید و یه سری لیست از اون پکیج هایی که داخل سیستم عاملتون نصب شده رو مشاهده کنید. خب جنگای ما نسخه 4.2 هست همونطور که میبینید. پیشنهاد منم به شما همینه. و اینکه محیط مجازی نسخه در واقع فکر کنم اگر اشتباه نکنم آخرین ورژنش همین بوده باشه. این از بخش مقدماتی. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. حمایت شما موجب خرسندی ماه. ممنون میشم. لایک، کامنت، سابسکرایب کنید. خسته نباشید. خدا نگهدار.